بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب عز و طاعت. نام پاکش محمدی عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و این خاندان مبارک و این اهل خاندان ذکر الله جان و یعنی خدا خواهد توی داماد عروسیشو تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی البته در این خاندان همیشه فیض، برکات، فتوح، خاطر جمی و این دو نوجوان خداوند یعنی مهر و محبت پیدا نماید. بزرگان چنان دعا میکنند: اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و حوا. پروردگارا بین دو نوجوان محبت پیدا نما، چنانه که محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین فاطمه محمد المصطفى و خدیجه الکبری. پروردگار محبت پیدا نما بین دو نوجوان، چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین محمد مصطفى و خدیجه کبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگار محبت پیدا نما بین دو نوجوان، چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگار بین دو نوجوان محبت پیدا نما، چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین انشاءالله علی مرتضی و فاطمه الزهرا. خداوندا خودت مهربان هستی، سال دیگر همین روز در این خاندان با صدای آواز گودک جرانگاز زند و در توی انشاءالله خدا خواهد باز انشاءالله یعنی عقیقه آنها اشتراک کرده به شما عزیزان هم صحبت شدن الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگرداند و توی برای هر یکی ما و شما انشاءالله مبارک باشد. عزیزان من، امروز خدا خواهد عالم ها حضور دارند در این خاندان مبارک انشاءالله. اولا انشاءالله صحبت باید که درباره داماد و عروس شود بود. پیشوازگیری ماه انشاءالله خدا خواهد رمضان است، کمتر انشاءالله درباره فضیلتی ماه رمضان و روزه رمضان. کسی روزه نگیرد چی عذاب و چی عقوبت دارد. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد با شما عزیزان هم صحبت میشیم. السلام علیکم و رحمت الله برادران اهل اسلام. اوی کسی خوشبخت روید الحمدلله فعالیت کاریش رفته است. کسانی که دولت های خارجی تنین دارین انشاءالله ما در خدمت هستیم. ماه مبارک و این توی مبارک در عرفه ماه شریف رمضان برای هر یکی ما و شما انشاءالله مبارک باشد. این ماهی است که الله سبحانه و تعالی مخصوص برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم تقدیم کرده است. روزه ماه رمضان عزیزان من فرض است. کسی که مبادا پدرت برای تو بگوه که روزه بگوی که روزه به من در کار نیست، کافر میشه، نکاحت بریده میشه. تو بازی نکن. من روز میشینم بعضی پدرها میفتست که بچه روزه نمیگیری، میفتست من نمیگیرم روزه، تو بگی. یا مادر التماس میکرد از دخترشی که دختر جان همین روزه بگیر، میفتست این روزه برای ما در کار نیست. از خدا بترس. خدا سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم در سوره بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خدا میگه ای آنانی که ایمان آوردین، برای به ایمانا روزه فرض نیست. کسی که ایمان نداری نه روزه فرض، هیچی فرض نیست. نه قشنگ همون خدا خدیجه بی نماز و بی طاعت و دعوات دروغ زبان که میگو که من مسلمان این خداند زدنگی دروغه که تو مسلمان بشه باید که پای وقت نماز بخونی انشاءالله. خدا خواهد روزه ماه شریفی رمضان بگیری.
پیغمبر نازنین میگه بنی الاسلام علی 50 ان شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حدیث متفق علیه. سیوم رکن اسلام روزه عزیزی من خدا خواهد انشاءالله. این روزه قرض الهیه، این فرضه. در یک سال یک بار الله من شما را میسنجه. یعنی فرمان خدا تا میکنی نه، فرمان الله میکنی نه انشاءالله خدا خواهد. این ماه است که تمام شیاطین علق شر میزنه. این ماه است که خدا خواهد فیض و فتوح دارد. پیغمبر در همین ماه الله سبحانه و تعالی بین 3 تقسیم کرده است. اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیران. اولش دهه رحمت است. کسی که 10 روز اولی روزه ماه شریف رمضان میگیری خدا در رحمت سزاوارت میکنه. نخواه رحمت خدا سزاوار نشی. یگانه به سزاوار ملعون شیطان است. از رحمت خدا نامید. کسی 10 روز چه بگیری خدا در رحمت انشاءالله سزاوار میکنه. و اوسطها مغفرتون و دهه مابینش مغفرت است. چی میلیون گناه کردی امروز عزیزی من، وقتی که انشاءالله خدا خواهد 10 روز روزه بگی خدا تمام گناه تا مثل از مادر تولد نشدی به گناه همچنان نشدی. نمیخوایی یا به گناه هستی خدا خواهد تو عموما گناه نداری خدا خواهد در چیکار پرای خدا خواهد ثوابه زده ساله در چیکار که عموما گناه نشون نمیتیم. 100% گارانتی داری برای جنت دور بدنت. نمیخوایی. و آخرها عتق من النار. آخرین دهش آزاد شدن از آتش دوزخ است عزیزی من. کسی 30 روز روزه را انشاءالله بگیری الله راضی میشود. گر شود مولا از بنده راضی به او یار است استقبال ماضی. گر شود مولا از بنده آزار همه در 2 عالم است بیزار. خدا همیشه میکند که همه بیزار اتت بیزار میشه، اپت بیزار، مردم بیزار میشه. حدیثی پیغمبر است اگر الله یک بنده را دوست دارد انشاءالله خدا خواهد حضرت جبرئیل نزدش دعوت میکنه جبرئیل جان اینجا بیا. من همین شنا خدا خواهد شیرزاد جان بچه دامن و بختیار را دوست میدارم، تو هم دوستش میداری. وقتی که میگه دوستش میداشته است حضرت جبرئیل بام میزده است تمامی فرشته های 7 قبر آسمان که میلیون فرشته است. میگفته است خدا شیرزاد دوست داشت تو هم دوستش بدار و تمامی بانگ دنیا نمیزند. امریکنگی مسلمان دوست نداره اگر تو مسلمانی اردینال باشی، نه رنگباز نباشی. از عرق خود یه روز نماز خون، یه روز زنا کن، یه روز دزدی کن، یه روز فال بینی که پرسنت روسیه به همون مسلمانی رسوا کرده اسلام. تمام اسلام خار کرده. شهر روس میره در حیاتت خیلی زن ندیده، دختر ندیده، بیشه با کلمه پرتای بود مسلمانی میگوید. کار داده ناانصاف پولشت زیده اومده شده، ماشین خریده خونه ساخته شده به ناموس. ولی همین روز به نفرتی به اسلام کردن. برای چه اردینال نمیکنی؟ چون که اسلام نمیکنی؟ چون پرمت نماز نمیکنی؟ جو خدای رای دیگر؟ یا گوه میکنی که خدای رای بچه دیگر؟ در تمام گرم که دنیا چند مملکت باشه الله هدایت خدا داره؟ نه، یک تا خدا هست. همونجا هم خدا میبیند. تخیل نکنی که اپد نمیبیند، اتد نمیبیند، قزاقیاکی نمیبیند، سوخی نمیبیند. الله میبیند کن. ناموس نمیکنه خدا. کشته آمده ساده با روسا را بیچاره جاد داده، مکان داده، کار داده، پول داده ناانصاف. با دزدی که تیمده اینجا خدا خواهد سرت بدن یک تن کساش نگشته ما کار کرده آمده ما روسیه و حرامه بای. اگر هم عرص راضی نکنی روز قیامت محکمه سودی الهی در کافی را از بالا دعوت میکنن انشاءالله خدا خواهد. محکمه سودی مال دعواش همه گیرد. حیوان ناحق ظلم کنی سوره عمه را بخون آخرشه. حیوان به حیوانش به اسم دعوا میکنی این ناانصاف من در وقتش خاشاک نداد، در وقتش امام نداد، در وقتش کم تازه نکرد، دعوا میکنی.
ناحق لاتم کرد جزاش میگیره. تو خیال نکن این دنیای ساکتو نه، این دنیا خدا خود پرالایشی داره و پرالایش این الله ها انشاءالله خدا خواهد جزات میتی خدا خواهد انشاءالله. بکنی خدا خواهد مسلمان شوی ارگینال شو، مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار از سلوکی زبانی، نه رنگ نکی خدا خواهد، منافق نشه. حتی منافق ها در دوزخ پستنگش میره. ایواد نبرو این دنیا حساب کتاب داره خدا خواهد انشاءالله. ماه شریف اومد خدا خواهد ایام امروز توبه کن. یک میگد فضیلت رمضان پیشش توبه کردن است. اگه خدا خواهد انشاءالله بالای جهنم برو بگو خدا جان تا امروز گناه کردم، تا امروز زنا کردم، عرق خوردم، دزدی کردم، غیبت کردم، بهتان کردم، ملا را تهمت کردم، بگو که بس کردم خدا جان دیگر بس کردم، توبه کردم. بگو میگد یک میگه توبه که خدا خواهد الله ببخشد، الا نمیبخشد روز قیامت. ولی حقی بندین دو حق است، حق الله است، حق العبد است. حق الله نماز، روزه، زکات، حج. ان الله یغفر ما یشاء و یعذب ما یشاء میگه سوره بقره. کسی بخوام میگه مغفرت میکنم که نیکی بنده ای که در بین من و تو میشه نمیبخشد، حواله نشه تا همو بنده را راضی نکنی. من غیبت داریم، بهتان داریم خدا خواهد تا من رفته راضی نکنی جا دوزخه. الغیبت اشد من الزنا. پیغمبر گفت غیبت از زنا بدتره. من شنیده دادم چیکار داری؟ شما چی گپ خیال نکنی که تو نمیشنی. الله حق سماته همش عیان میکنه، همش بیان میکنه. خیال نکنی کسی که یک عالم بد میبینه وای خدا را بد دیده، کسی یک عالم غیبت میکنه پیغمبر را غیبت کنه. العلماء ورثه الانبیاء، میراثگوی پیغمبرها که علماء. اگر گفتی شما نباشه همه نرخر میشه بره. اما اگر یک حکمت کار کردن میگیدی نه حلال میدونی نه ثوابه. اصلا این بحثی میگن لولا العلماء لصار الناس کالبهائم. اگر این علما نباشد، گفت و شنید نباشد، آدم ها حیوان نمیگردن. نه خواهرت میشناسی میسیم اروپای حیواناری، نه خواهرش میشناسن، نه مادرش، نه پدرش، نه اکش، نه دادرش. برای چی؟ گفتی شنید اسلام نیستم میگردن. شکر که نکی عالم و ما داریم و شما را حق و ناحق و ثواب و گناه انشاءالله خدا خود بیان میکند. میگه ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، چون میرسد بر مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کی در این دنیا در این ماه دلازاری کند، نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. یاد نبرد اگر در این ماه هم با دلازاری کنی، در این ماه با اتت هرمن نکنی، اپت هرمن نکنی، اکت کتی گم نزنی، خواهد کتی رفتیاب بیار نکنی، بوی جنت روزت هم روزه نیست. یاد نبرد تل در این دنیا برای کینه، برای عداوت، برای بغض، برای حسد خدا پیدا نکرده. خدا میگه استعیذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی. ما نآفریدیم انسان ها را، نآفریدیم جن ها را مگرم برای عبادت. این دنیا خدا خطا برای عبادت آفریده خدا که تو که خدا را بشناسی، رب را بشناسی، اسلام عزیز بکنی. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله. پیغمبر نازنین چی میگن؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کسی که میگه ماه رمضان با اخلاص و با ایمان اگر روزش بدارد، خدا تمام گناهش مغفرت میکنه. الحمدلله. فقط روز عید که روز شادی است، روز خرسندی است، انشاءالله تمام گناه الله سبحانه و تعالی انشاءالله مغفرت میکنه. پیغمبر نازل میگه کسی که به درآمد آمده ماه مبارک خرسند شود، یا دیگه در آغوش گیرد، تبریک گیرد، دلگیر نشه که من ای مرکه موندم، ای آشخری موندم، ای چایخونه موندم، ای بلا موندم. نه، ای هیچی نمیمونی. فقط یک تعبید نمیکنی خلاص. سر یک تاغرچه آش بخیری خدا خواهی شد. خودی که هم روزا بگیرید بری یک تاغرچه بزنید زرک آش که در نماید باید او سری آش کن من سر روزا بگیرم دهن تو یک عبید نمیکنی بگید و تاغرچه آش بخیری. خدا خواهی مرکه میره خدایش که مردم افطار میکنه خدا خواهی شد نه دست آخونه میرسی گویا که تمام روزا گرفتی تو با حق رسیدی تو جو. یک تا عبید نمیکنی نخواد
عبید نکنی اگر یه بار مریم ما شما یا که شب خدا گفته صدمی شبکی هم روزه گیری یک تمام میگیری 30 روز بشنی از یک سوت کنی خدا مهربانه انشاءالله خدا کرد یک عبید نمیکنه خدا کرد بعدی روزه بگیر زنداره سوال دادش ممکن دولا جان اما نو زنگیرته که سلسله جی من خدا کرد انشاءالله دشه ذکر جان زنگیری که گفته بعد ماه رمضان میاد پیش یک آدم های به عقل به علمی به مدنیت گفتین که همین روزه نه عموما علاقه ممکن نیست تمام سیاه کرید تا یک ماه بیچاره چیکار کنه بمره الان الله سبحانه و تعالی بعدی که روزه را شایدی تا دمیدن صبح اجازه خدا خواهد خدا قوت داده می 2 بار و 3 بار خدا خواهد جیما کرد یکی روزه نخه بدبخت روزه که نکنی با کاری کنه که 60 روزه میداری امام اعظم رحمت الله میگن اصل روزه هو ترک الاکل و الشرب من الصبح الى المغرب معنیه امام اعظم رحمت الله میگه که اصل ریشه روزه ترک کردن خوردن ای ترک کردن آشامیدن ای ترک کردن جاگه خوابی زن و شوهر اصلش همین 3 چیز خدا خواهد ترک کرد انشاءالله خود یک ماه چینش بدی نمازشو چند که میخیری چند که خواب میری این کاریت هیچ کس ما این دشمنای اسلام همین چیزا برو اول تو توی که مسلمان ها روزه نگیرن نه این معنی نداره خدا خواهد انشاءالله قوه داری خدا خواهد و داری مرحمت انشاءالله بینه روزه را با فضیلت بینه خدای تعالی در ماه رمضانش میگه که 5 روز روزه گرفته خدا بنده را ضیافت میداد است بینه ضیافت یکی ناخواست یادت میبره یک تا بلچه آش خورده میمونی یک محلی به یادت میزنه که روزه بود همون زهاد نگرد نیت که خدا خواهد الله ضیافت داده به خدای مهربان و بسیار بیش نمونی یک از خیالت میگیرد حتی میگه از خیالت برمده جیما کردمونی بزنت مبادا خدا خواهد اگر ماه رمضان خیالت نیست که روزه بودن همون زهاد دارش همون زهاد با خدا خواهد نیت کن روزه با چی کارت کنه الله با شریعت چی کارت کنه با فراموشی میگه مبادا خورده موندی همون بیاد زد همون زهاد دهانت تازه کنو با نیت تقدا کنم اگر مبادا قصدن بخریش 61 روز جنایت است کسی که روزه قصدن انشاءالله میخری 61 روزه میداری اگر 61 روز نه یک روز خوردی با 61 روز دیگه میداری چون که این فرمان الله هست این روزه فرض الهی است عزیز من این مستحب نیست شما یک ماه خدا خواهد روزگی 11 ماه دیگه بخور گناهگار نمیشه چون که روزهای نفلی اختیاری است خواهی میگیری نخواهی چی نیست خدا خواهد انشاءالله گناه نیست نه که این گناه دارد این جزا دارد چون که این فرمان خدا است الله سبحانه و تعالی این برای یک من و تو نیست از آدم کشیده تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم روزه فرض است اصلی روزه رو گم چی خیلی فرض شد همین روزه یک روایت میگه حضرت آدم همون گندم خورد خدا گفت که هم گندم نخورد خود میگه 30 روز در معده‌اش مون داده بدی 30 روز هرش داده میگه 30 روز فرض شد یک روایت دیگرش خدا سبحانه و تعالی عقل آفرید ما همون عقل داریم همین عقل پیشنوی چی هست حیات من شما هست حاضر خدا عقلی من اگه دیگه اینجا نشونه کردن یا رقص کردن یا بازی رفتن این عقل صاحبش الله هست و دیوانه میگم که دیوانه عقلش کم بشه و دیوانه میشه هر کار که نه فرقش نیست لیچر میگردد گریه میکنن میتارد میشکنن همین عقل و پرانشیم هم عقل خدا میگه آفرید گفت یا عقل تو کی هستی من کی هستم عقل گفت میگه تو ربی من هستی آفریدگاری منی من بنده ضعیفی تو هستم تو را گفت من بهترین گفت آفریدم نفسم یک مخلوق است همین خدا نفس آفرید همین نفس گفت که میگه اینجا بیا نجنبیده این داشت عقیده برا نجنبید گفت تو کی هستی من کی هستم تو هستی من هستم گفت 100 سال به آتش دوزخ سوختش در علاب دوزخ 100 سال براده با خدا پرسیدش گفت که منو به نفس پیشته بیا نجنبید عقیده برا نجنبید تو کی هستی من کی هستم با گفت تو هستی من هستم 100 سال میگه به عذاب گشنگی مبتلاش کرد بعدی 100 سال برمده خدا پرسیدش بعد اقرار شد که تو ربی من هستی من آفریدگاری تو هستم همین 30 روز ما نفس عذاب میدیم
30 روز خدا خواهد این روزه فرض شد. برای چی؟ الحمدلله ما و شما عزیزان من بگی روزه خدا خواهد انشاءالله. حتی خوابت عبادت های. همین دهنی بوی روزدار میدانی در نزد آدم ها کار که نگر بوی ناخش میبرد، نزد الله از مشک و عنبر بالا است. رای گشتت عبادت است، خوابت عبادت است، نام و صائم عبادت نگه. یعنی آدم خوابت عبادت است. همین روز خواب میری انشاءالله همین جاگت خدا خواهد مسجد است. هر نفسایی که میگیری سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله قبولش میکنه. عزیزی من خدا خواهد این فضیلت نیست. یک سال یک بار میشه. تا سال دیگه والله علم این سال حساب کن چندین آدم ها برفتن یا نرفتن نی. بینید چندین برادران برفتن تا این ماه رمضان. تا ماه رمضان بلکه نوبت ما هست از این دنیا. ولی ما میرسیم نی. پیغمبر دعا میکرد پروردگارا ماه رجب شعبان مبارک کن و بلغنا الی رمضان، ما را رمضان برسون. ولی یک هفته ممکن 100 ما شما میریم این دنیا. آیا میرسیم نمیرسیم این بخت؟ بین این بخت نمیرسیم الله میدونه. لیکن نیت که خدا خواهد نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن ای عملش نمی خدا خواهد و خدا جان همین روز نیت کردم انشاءالله یک ماه روزه تو میدارم، روزه رو میگیرم خدا خواهد، خدمت رو میکنم، شبها قائم تراویح میشم خدا خواهد انشاءالله. سنت از نمازهای تراویح خوندن، یک بار قرآن ختم کردن در ماه مبارک سنت است. عزیزی من نتوانین خوانت نبخوان، یک کتاب بخوان انشاءالله خدا خواهد. خوانت نه زن تا بگو قرآن خوان باشد، زنک دختران بچه‌ام قرآن ختم کنید انشاءالله. ماه برفیض، ماه پربرکات. ما بعد کار داشته باشی کار تا آتیسکه که هیچی نمیشه. نمی‌بینی یک ماه خدا خواهد اگر مبادا روزه میفرمی استاد باشه بگو استاد جان همین ماه رمضان اومده که یک ماه دم بگیریم آتیسکه، یک ماه بعد بیا دوامش بده برای روزه نخوریم با پیش خدا بکن. این همش اختیار در خطه. تو از کس مجبور نکرده که امروز کریم لب بسازو بعد یک ماه دیگه نی دم گی یک ماه خط آزار نتی، خط عذاب نتی عزیز من، خط عذاب نتی. این درجه نمیابی، موری نمیابیش. بعد رمضان گذشتن بعد مبادا روزه نگرفتی و از یگان مولا یگان فضیلت شنیدی بعد نگو که ای خراجان کاش که میگفتم. نه پشیمانی ندارد سود، ندارد سود بعد از کار گردیدن و بدی پشیمانی 100 نکرا پشیمانی. امروز وقت، امروز غنیمت های تو، امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. نمیآید ندامت اگه خدا خواست پشیمانی ها 100 نکرا مبادا به نماز میدی حواله نشو تو نه جنت نیست. این دشمن ها اسلام تنفیره دارن که به نماز هم جنت میرا، اراخر هم جنت میرا، دوز هم جنت میرا، قیمارباز هم جنت میرا، جنب هم جنت میرا. نه نمیره جنت جای پاکای و پخته گوشت گیر. تو من خدا فهم میکنه، خدا حتی فرد میکنه که و مکروه، حتی مکروه داره که خدا این مکریته که کته کنه نمیگیرش. من اگر داملا باشم من خطا کنم در اسلام من نمیبخشه آره نشه. تو بچه داملایی می، بچه اولایی می، بچه پرکراری می، سوتی می، چی هستی که فرق نداره پیش الله در. آدم علیه السلام یک تا خودش بود، ماما هوا شد، بعد ماما هوا فرزندا شد، 20 شکم میگه دوگانگی بچه کرد ماما هوا. همه حابیل قابیل کش دوزخی شد. حضرت نوح بچهش بدبخت اطاعت پدرش نکرد، با کافرها به ایمانا یک تشید خونه نباتش میگه گم شید. خدا گفت وقتی دنیا آبزد کرد گفت آخی خدا هم گفتی که اهل تایخته این اهل تو نیست. گفت این به ایمان این گفت مرد برا آوزیرش کرد مرد. حضرت لوط زن شبی ارگینال زنش در کنارش کافر. قدرت خدا است. خیال نکی که خدا خواهد پیغمبرها را خدا خواهد آگاهی داده گه، عزیزای خدا را آگاهی داده گه. برای این هوشیار شو انشاءالله خدا خواهد، آگاه باش انشاءالله عبادت کن. بیا بسری خدا خواهد، امروز فرصت است، امروز وقت است خدا خواهد انشاءالله. جناب عالی همه قدر امکانیت داده الحمدلله. جناب عالی ما شما بهترین جناب است عزیز من، بهترین شاه عادل ترین است در روی دنیا خدا خواهد. همه امکانیت کرده داده لیکن تو خودت ناشکر هستی، خودت نونکور هستی خدا خواهد انشاءالله. این خدر ناز و نعمت میخوری یک بار نماز پیشین نمیخونی، یک بار مینتدار نمیشه. پیغمبر اسلام حدیث کسی که میگه آدمان را شکر نکند و الله را شکر ندارد.
اما لم یشکر الناس و لم یشکر الله. کسی که میگه شکر آدمان نمیکنه، شکر این دولت و ذکر این ناز و نعمت نمیکنه، میگه وای شکر خدا نداره. عزیز من انشاءالله شاعر میگه گل در درون آبه، روزگیری ثوابه، کسی روزه نگیرد او در عذابه. دل شده پاره پاره، گناه ما بیچاره را ببخش الله. این صبر و تحمل بده شخصای روزه داره. انشاءالله در اینجا عالما حضور دارن، رشته صحبت با انشاءالله خدا خد نام عبدالعزیز میتیم یکی عالمان انشاءالله خدا خد من سخ زمینی ما و شما شکری به خدا که امروز عالما زیاد شدن صاحب شد الحمدلله خدا خد، چون که رشته سخن بر این برادر میتیم انشاءالله الله سبحانه و تعالی از این برادرم با شما بهره بریم انشاءالله، از صحبت های دلنشینش خدا خد انشاءالله. و این دو نوجوان خدا بخت و سعادت یاد عزیزان من، مهر و عاقبتی که پدرش و باباش و تاغاهاش و نسبت که به اسلام محبت دارن، در آینده فرزندکاشونم عزیزاشونم همشون نسبت انشاءالله خدا خواهد و چی الله سبحانه و تعالی یعنی محبتشون با زیاده بگردوند به قرآن و به اسلام، فرزندکای به دنیا بیارن که بیرق بردار اسلام باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
جليلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگارا، آنچه مسئله ها و امر و معروف و نهی منکر و از این تلاوت های مبارکه الله سبحانه و تعالی تلاوت شد، ثواب شد گذشتگان همی اهل خاندان، همی جمعیت، همی دیارم خداوند طریق رحمت شایسته جنت، قبرهاشون پر نور، آخرشون آباد بگردانی. آنچه خیر احسانه که این کاردگان خانه آراستن، خداوند بزرگای خود قبول نمایی، سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات. همین دو نوجوانه که عقد نکاح شدن، خداوند بین آنها محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودت اله کرامت نمایی. و آنچه سخنهایی که گفتیم شنیدیم، پروردگارا به هر یک مایان عمل کردن و میسر بگردانی. در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانید. در همه دنیا عالمان و قاریانی با عمل بگردانید. محبت ختم، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، محبت قرآن اسلام و اله خدا را در قلبهای ما جایگیر بگردانید. آنانی که در اینجا اشتراک کردند، آنانی که در اینجا خدمت دارند، چه از پارها، چه از عکس بردارها، چه از زنهایی که این ناز و نعمت خداوندی را آماده کردن در عمرش، در رزقش، در کسب و کارش، الله برکاتتان نماید. و پیش از آمدن این ماه مبارک و همه ما توفیق طاعت و توفیق عبادت و اله کرامت نمایی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خوش آمدید نوری دیدت حاجی صاحب.